حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقت شریفت بخیر. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من کامبیز هستم، از تهران میخوام وقت شریفتون میشم. استاد انصاری. آقای کامبیز عزیز بفرمایید برادر گرامی. خوب هستید؟ وقت شریفتون بخیر. من در جواب این بنده خدایی که خدا لعنتشون میکنه توهین میکنن به ناموس پیامبر، حضرت عایشه در قرآن کریم پروردگار سوره واسش نازل میکنه، آیه واسش نازل میکنه، از تمام بدیهایشون رو اعلام براءت میکنه. درست. ایشونو در قرآن ام المؤمنین مینامه. و چطوری این روافض بدون هیچ تدبیری بدون هیچ منطقی میان به ناموس پیامبر توهین میکنن؟ آیا من از خود اینا میپرسم، خدا وکیل آقای انصاری، من از این معتاد پرسیدم که اگر طرف بیا جلو چشای شما یه سیلی بخوابونه تو گوش زنت، شما چیکار میکنید؟ به خدا گفت من اونو شده میکنم. آیا پیامبر علیه السلام کمتر از اون معتاد بوده که به ناموسش فحش دادن، میدونسته ناموسش فلانه بازم با این زن ازدواج کرده؟ بعد در مورد این امام زمان من به همه شیعه جواب بدم خواهش میکنم. اگر امام زمانی یا امامزاده‌ای وجود داشت و قدرت داشت، عرضم خدمتتون چرا در بحث انرژی هسته‌ای ما دست به دامن خانم اشتون شدیم؟ که خانم اشتون برو خدا جلو آمریکا رو بگیر، جلو اسرائیل رو بگیر، جلو اروپا رو بگیر، کمتر ما رو تحریم میکنن. آقای ظریف 24 ساعته خدا میره انگلیس و سوئد و اتریش و وین که خانم اشتون ولی هم نمیره سر امامزاده یحیی، امامزاده بیژن و امام رضا تو مشهد. ملت بیدار شید. به قرآن همه اینا خرافات. من خودم تا سال 89 یه صوفی خرافی بودم. الحمدلله به شکر به لطف برنامه‌های توحیدی اهل سنت، اول برنامه استاد ملازاده بود، بعد برنامه‌های دیگه حضرت عالی کلمه اینا اومد، الحمدلله موحد شدم. ملت بیدار شید. دیگه تا کی میذارید این آخونده به نامزد بی‌شرف دزد بی‌ناموس ناموستون رو به اسم صیغه بدزدن، پولتون رو به اسم عرضم به خدمتت خمس بدزدن. دیگه تا کی؟ بس ملت بیدار شید. اگر امامزاده کاری میکرد، پسر آقای خامنه‌ای بچه‌ش زنشو نمیبرد انگلیس اونجا خانم بهش وضع حمل بکنه، اونجا بچه دار بشه. آقای خامنه‌ای اون دست چراغشو میبرد مشهد پیش امام رضا دستشو شفا میداد. خمینی موقع مرگش میبردنش مشهد یا میبردن امامزاده بیژن و یحیی اونجا شفاش میدادن. ببخشید توی شبکه مقدس نبود نبودن، اسار خونی نمیگرفت بمیره. بس زشت عیبه به قرآن. ملت بیدار شید ملت. تشکر میکنم. ندارم خدمتتون. تشکر. خواهش میکنم برادر عزیزم آقای کامبیز. تشکر از شما برادر گرامی. قربونتون برم. همین نیست. التماس دعا. سلامت باشید. الله متعال. جزاکم الله خیر. حیاکم خدا نگهدار. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا